ابراهیم رؤوفов 34 سال باز قبرکنی و پاکشویی میکند. این پیرمرد 83 ساله از مشاهده شخصی خود میگوید که وقتهای اخیر فوت آدمان افزایش یافته است. بین فوتیدگان نفران 30 سالشون جوان هم خیلی زیاد گشتند. یاشبوری بسیارتر، کلان شدن جدا کم، سالی عمری دراز دیدگه ها جدا کم شد، کم روز روز کم شد. وقتای مهانده تا 90 93 94 رامدگی کسب شخصا بسیار بود. حاضر این خیلی شخصا عموما کم شده رفت است. همین حاضر من این سالهای من 2 سال 3 سال بینش به یک تا همین یک مدیر گذاشتن کلان سال همینا بودن همین محله ما. خیلی با یک دیگر هیان کلان سال بعد از بیان ما کلان سال خدا من کلان سال دیگر نیست محله مونده کلان همین فقط یاشموری. مشاهده‌کاران نیز میگویند که سالهای اخیر حالتهای مرگ و میر آدمان زیاد شده است. امور رسمی هم این گفته را ثابت میکند، ولی اینجا افزایش اهالی را نیز باید به نظر گرفت. شماره فوتیدگان رسما به قید گرفته شده. در سال 2009 10816 نفر، سال 2010 11075 نفر، سال 2011 11569 نفر. در سال 2013 باشد زینه از نو به پایان می رود. دوم این سال 10809 نفر وفات کردند که سبب‌های گوناگون دارند. این سیرویدی مثلا رویده ها همگی فوتیدگان در سال همین 2013 نفر سیرویدی رویده و از کسلی سیل 96 نفر وفات کردگی. دیگر بیماری های مثلا سیرویدی پارازیتی اینها 97 نفر. سرطان 1029 نفر، بیماری گیپرتانی 234 نفر، بیماری دیل 983 نفر و غیره و غیره ها. مثلا خودکشی گم یا اینکه غرق شوی ناگهانی و 59 نفر ما قید بگرفتیم سال 2013 غرق شدگیش. خودکشی باشد 149 نفر، کشتار 35 نفر. هرچند در سرایاست اگنتی امور درباره سن و سال فوتیدگان معلومات وجود ندارد، ولی در بیمارخانه کسلی‌های دل رقم‌های تشویش‌آور جای دارند. سال 2013 قریب 2500 نفر به علت بیماری‌های دل به این بیمارخانه مراجعت کردند و از آنها 287 نفرشان را گرفتاران بیماری سکته دل تشکیل دادند. با گفته دکتران بیماری سکته دل سال از سال جوان‌تر شده، خصوصاً بین شخصان از 30 تا 39 ساله بیشتر به قید گرفته شده است. در مجموع 15% بیماران بستری شده را نفران 30 سالشان جوان تشکیل دادند که این حالت نظر به سالهای پیش زیاد است. وقتهای آخر حادثه های دست به خودکشی زدن نورسان و جوانان نیز باعث تشویش جامعه گردیده است. قربانی صدمه های راه و نقلیاتی هم از همه بیشتر جوانان شده ایستادند. تنها در 4 روز آخر ماه فوریه در نتیجه سرزدن 5 صدمه 6 نفر شهروندان به هلاکت رسیدند و 8 نفر مجروح شدند. میان هلاک شدگان و جراحت برداشتگان نفران 30 سالشان جوان کم نبوده، کودکان نیز بودند. خیلی آشا بسیار وقت این خدا شما جور میکنن، بعضی نیوشاکی که میمرن همین جور کرده خداشون جور کسادیان. هرچند درباره زیاد شدن فوت نفران 30 سالشان جوان رقم‌های دقیق موجود نیستند، اما از روی مشاهده‌ها این حالت تمایل زیادشوی دارد. خبربان آرامگاه مرادبخش شهر خوجند ابراهیم رؤوفов در مجموع میگوید که وقت‌های اخیر طلبات به قبر خیلی زیاد شده است. مردن زیاد شده که آدم‌هایم واهیم ماندگی پگا میمرم بچه‌ام عذاب نکشد گفته حرکت میکنن کیم چه خیلی همین جدای هم آدم بهترم جان حاضر هم وای شدگی ظاهری میکنن که یک تا کفته مونید وزبین یک تا گفتم من هم میوه اجرا کنم گویم اگر من زمینم نمیمونه زمینم نیست قبرستانم پر شده نش پر شده که الگانی من پر شده که من این جایی نه و همین تو اگر من گوش کنم حاضر من با جان نمیمونه من همین تا بنگه اگر گفتای آدمای اجرا کنم اگر همین جایی بودگی من نمیمونه مردن نظر بگیرن دکور لکن تا این درجه نیه. در سنه 1 ینوری سال 2012 سن میانه وفات 72.8 ساله و 30 سال میانه یعنی جوانکی 26.3 ساله را تشکیل داده است. فعلا از روی امور رسمی سالهای 1992 و
2013 رو مقایسه کنیم فوت آدمان کم به نظر می رسند. سال 1992 11582 نفر فوت دیدند و در سال 2013 باشد 10809 نفر. در حالی که سال 1992 شمار اهالی ولایت 1,701,700 نفر را تشکیل میداد و در سال 2013 به 2,399,300 نفر رسید. ولی اینجا گپ درباره جوان شدن سن و سال فوت می رود. گزارشی بابا جان قربانوف و نعیم جان ایوبوف برای برنامه خبر.